صدها گکتر زمین‌های کشت شهر پنجکین با گرم شدن هوا حال و هم به آبند. دهقانان و زمینداران از آینده زراعت و باغ‌های خود نگرانی می‌کنند. حاضر من کانال اگر آمده بینم از وای ذره های آدما می‌درد که با این خیلی آب می‌رد و با آدم‌ها همیشه گکتار زمین آب می‌کند. من مای درآمد حالی که آب نیست که باید زراعت آب کرد. بیشتر زمین‌های کشت این شهر از کانال مرغدر آبیاری می شود که درازی 35 کیلومتر است. از بس که بیشتر زمین‌ها نسبت رودخانه در بلندی قرار دارند، آب را تا به زمین‌های لب تشنه پایگاه‌های آبکشی باید انتقال دهند، پایگاه‌هایی که اکنون کار نمی‌کنند. موسم آبیاری کم کاش سر شده بود، اما من همین اگریتی با که مانده ما یک دانه ماندگی تا حال تعمیر کرده نشده است. از سال 1991 این جانب مأموریت خواجگی آبی شهر پنجکین یگان کس آمده خبر نگرفته است یا نگفته است که تعمیر جاری کرده میتیم. 840 گکتار زمینی که همین پایگاه آب میخورد همش منتظری همین آب زمین خوش شده رفته است. نهالها خوش کشت نیست، یگان کس از همین پایگاه کارتوشکا کش نکرده است چون که آب نیست. رزق روزی مردم از بالای آب است، از بالای زمین است. رسا یک سال پیش با شرکت امام علی رحمان پرزیدنت کشور در موضع دشت قاضی شهر پنجکین خط آب پالایزی مورد استفاده قرار گرفت. این لوله آب از مسافه 1280 متر برای به گردش کشاورزی درآوردن 200 گکتار زمین کشیده شده بود. حالا در موسم آبمانی درخت و زراعت‌ها این خط آب هم مثل زمین‌های دشت قاضی به آب است. دهقانان میگویند از مبلغ گذاری در بنیاد باغ در این موضع ضرر دیدند. زیاده از 20 میلیون رصدخواد کردم. دانه نهالو هر یک دانش از 5 تا 8 دلار می ایستد. مردم خریده آمدگی شخصا خودی من زیاده از 75,000 تومان رصدخواد کردم، لیکن حاضر نتیجه نیست، آب نیست. از بس که پایگاه‌های آبکشانی کار نمی‌کنند و کانال‌های آبگذر هم تازه ناکرده است، بعضی دهقانان درختان خود را دستی آب می‌دهند. من همین خیلی ماشین که هر چقدر آب آورده من هم خیلی رخته گشتم یا اون کس اعتبار نمی‌تید همون نسوس با. در دهه‌های دشت قاضی و رکناباد بیش از 2200 خانواده زندگی می‌کنند که روزگارشان به کار این پایگاه‌های آبکشانی بستگی دارد. اگر تا چند وقت دیگر به اینجا آب نآید، در آخر بهار موسم خزان آغاز خواهد شد.